سلام دوستان، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو. من برده بیزارتی هم اومدیم با یک ویدیو دیگه از GTA. میخوام بهتون آموزش بدم در GTA موزیک بریزید و هر آهنگی که دوست دارید پلی کنید. بریم سراغ آموزش. نمیخوام خیلی سخنرانی کنم، فقط مثل همیشه خودتون میدونید لایک ویدیو و دنبال کردن زنگوله بغلش یادتون نره. خودم خیلی هیجان دارم. تا دیر نشده بریم سراغ آموزش. خب دوستان، همونطور که میبینید وارد رایانه میشیم و آهنگایی که میخوایم بریزیم تو GTA رو اینجا کپی میکنیم و وارد ماه کامپیوترمون میشیم و توش داکیومنت، اینجا راکستار گیمز، GTA و اینجا یوزر میوزیک، همه آهنگایی که کپی کردیم و اینجا پیست میکنیم و اینکه الان دیگه کاری نداریم بریم وارد GTA میشیم. خب دوستان، همونطور که مشاهده میکنید وارد GTA میشیم، استور میکنیم و اینجا تو گزینه ستینگ میایم پایین تو اودیو و اینجا اگه ببینید این گزینه رو یک دفعه میزنید، این گزینه رو میزنید، موزیکاتون رو چک میکنه و اون موزیکا که ریختید رو میاره تو رادیو و به همین راحتی هر آهنگی که بخواید، آقایالی جنابش، هر آهنگی که بخواید میتونید بریزید و به همین راحتی و آسونی اجرا میشه. مرسی از تک تک شما وقت گذاشتید و این ویدیو رو تا آخر دیدید. چیز دیگه نمونه تا یه ویدیو یه محتوای دیگه. بدرود.